خستمه، میخوام برم خونه، شورتمو در بیارم، سوچنمو در بیارم. امروز تو دانشگاه سر کلاس همه به ممه‌یام نگاه میکردن. ممه‌یا هیچ وقت از مد نمیافته. مردم از نگاه کردن به ممه ها هیچ وقت خسته نمیشن. خیلی با همین ممه بزنس زدن، کاری برای خودشون درست کردن، مشهور شدن. ممه یعنی زندگی، یعنی زیبایی. امروزه یعنی بیزنس. خداییش حتی بعد از یه روز بسیار طولانی و خسته کننده همچنان شیک، زیبا، جذاب. شما هرچه به من بیشتر خوش بدین من خوشگلتر میشم، من زیباتر